وقتی من و دوست دخترم توی رابطمون با هم دیگه دچار مشکل شده بودیم، از شنیدن این نصیحت متنفر بودم که بیشتر باید با هم صحبت کنیم. کسی تا حالا این حرف رو شنیده؟ ما با هم دیگه صحبت می‌کردیم ولی این فقط اوضاع رو بدتر می‌کرد. شما به ارتباط بیشتر نیازی ندارید، نیاز به ارتباط مؤثر دارید. تفاوت خیلی بزرگی بین این دو وجود داره. ارتباط بیشتر به معنی درک بیشتر نیست، هست. ارتباط بیشتر به معنی ایجاد امنیت نیست. چون بیشتر ارتباط برقرار میکنین به این معنی نیست که شما احترام متقابل و همدلی رو تمرین میکنید. درسته؟ ما توی چرخه مخربی گیر کرده بودیم. انتقاد، اتهام، دفاع از خود، سرزنش کردن و بی‌اعتبار کردن و در نهایت قطع ارتباط. ما واقعا نمیتونستیم سهم خودمون رو ببینیم چون همش در حال پیدا کردن مقصر بودیم. حقیقت اینه که هر کسی بیشتر میتونه ارتباط برقرار کنه، ولی زوجهای موفق میشن که یاد میگیرن چجوری به هم گوش کنن که درک بیشتری از همدیگه داشته باشن. زوجهای موفق میشن که احترام متقابل بیشتری دارن. میتونن مسئولیت پذیر باشن و کلمه متاسفم رو به اندازه کافی جدی بگیرن. رفتارهای آسیب زننده رو تغییر بدن.